روز دوشنبه پلیس پاکستان جسد یک مرد و زنی ҷавонро برای تشخیص از قبر بیرون آورد. گفته می شود که این جفت را خیش و تبار آنها در یک کشتار ناموسی به قتل رسانیدند. یک ماه پیش عبدالهادی 25 ساله که همسر و 3 فرزند داشت با دختر عمکش حسین بیبی 21 ساله فرار کرد. او میخواست عائله نو برپا کند. آنها حجره را در کنار شهری جنوبی کراچی به اجاره گرفتند، اما بعداً یک بار ناپدید شدند. صاحب حجره اجاره از ناپدید شدن جفت به پلیس خبر داد. تفتیش پلیس در حجره این جفت داغ‌های خون و علامت‌های کشتار را آشکار کرد. رئیس پلیس عابد علی بلوچ گفت جفت را کشته، سپس جسدهای آنها را به قبرستان پرتافتند. 19 نوامبر این جفت در منطقه مومن‌آباد منزل را اجاره گرفت. آنها را 22 نوامبر به قتل رسانیدند. یک روز پس از کشتار قاتلان غیب زدند. بعد همان روز برگشته جسدها را به قبرستان بردند. رئیس پلیس می افزاید که نزدیکان عبدالهادی با اتهام دست داشتن در این کشتارها بازداشت شدند. تا حال ما پدر، عمک و دیگر خویشاوندان کشته شدگان را به حبس گرفته ایم. به نظر نمی رسد که در این قضیه شورای دهن نقشی داشته باشد. این جنجال در بین دو عائله به وقوع پیوسته است. کشتار ناموسی در پاکستان عادتاً از سوی خویشاوندان دختر برای حفظ به اصطلاح شرف اولاد به عمل برآورده می شود. در اکثر موارد وقتی دختر انتخاب خویشاوندان را رد می کند و ازدواج با مرد دیگر را ترجیح می دهد، نزدیکان دختر شرف خود را پایمال شده حساب می کنند.